آغاز کرده رقابت رو پهلوانی نوگه برزاب استقبال میگیرد
rakibi navbati kechiro asbofiy sangbor marhamat ey sangbor man hatman megam bigor rakibi mehmon ro paydo qiladi rakiboni mehmon bayildi marhamat mehmon bisyor az sharif shomil bobdan az digar mintaqalar hastand marhamat qo'shlar Akram do'stoni aziz, ona yak pahlavon است. Hamma pahlavoni ki nohiyai 5 ro ma'rifat است. Va raqibi yo'q. Pahlavon Vaxiyon است. Az jamoati Vaxiyon. Sajamon است. Marhamat. Tufaqchi است muqarrar kardi barito'y. Baroy raqibi. Yak xonani kalon. Marhamat. Ushli kerak. Qani o'ynaysan. دوستان عزیز اونو یک پهلوان در طرف دست راست است خوش میکند که اونقدر معرفی نشود اما من باوری دارم که همین پهلوان دست راست که ناحیه خاولین را معرفی میکند هنر زیبا دارد رقیب نیست بسیار دست و پنجه خوب دارد از ناحیه سنگور نام جمعه خان است مرحمت جامعه حسنف با رقیبی که جمعه خان رقابت میکند دوباره استقبال گیرد همین جز رو مخلصان ببینید که امروز جفت ها نو بالا تغییر بیاورد اکنون جامعه پهلوان با پیراهن کبوت کمربند سرخ و جمعه خان رقیبی و از ناحیه سنگبار در مرکز میدان رقابت را آغاز کردند اوه حلال جامعه حسنف خب دوستان عزیز پهلوانی که از ناحیه ورزو بود اونو یک رقیب خویش رو مغلوب کرد و نوبت دیگر بمرد مخلصان تشنه گوشتین هستند تشنه پرتاب یک کلیدی یک ارکا استحصالی ایتالیا خب ببینید پهلوان ورزادی چی برای کنه رقابت بکنه پهلوان سنگور نیست چون سنگ سخته باور کنید خب جفت نوبتی علاقه موده است از وحیان است ناحیه سنگور نام عبدالحی است رقیبی از ناحیه سنگور جفت نوبتی برابر یک موسیقی زیبایی بهاری برای مخلصان خسته نباشند اینجا پهلوان رقیبش را با تک تک پشت داشت بیا جفت نوبتی را استفاده بگیرید توفان هست اوه اکنون ببینید پهلوانی ناحیه سنگور رقیبان را در رسه و مثل رسول با قیام شکست می‌دهد پهلوان هستند مهمانان بیاید اوه مخلصان عزیز در اینجا پهلوانی که 4 رقیبش را مغلوب کرده است سیجما پهلوان از ناحیه سنگبار به صبرانه رقیبش را انتظار است مالی بابیدوف هست یگان شاگرد از رقیبی اساسی چه جمال از کجا هستی؟ کیه فایرات کرده؟
جامی حسنов کجا هستی؟ جامی بیو اینجا بیو. مسابقه های بین‌المللی در رشته گشتن سامبو گرفتن این جفت. سانگور دو چیه؟ ارزوبک برا اینا سالیم شما بگیرم بگیر گوشتی در نوحیه سانگور اتکاز نیست نباش خاطر بگیره گوشتی بیا کی ای جماعتی وحدت سوق مرامت اوهو پهلوان دروازی اکنون بالای سربند گوشتی میگیرد مرامت نوحیه سانگور توی افضل دورتر مونه دوستان عزیز دورتر مونه توی افضل دور مونه سبچی دیسای ترک شبکه ورزش بخش می شود این نوحیه سنگبار است کوههای زیبای سنگبار باید در سطح جمهوریوی انعکاس گردد همین کوههای بلند این منطقه مردان سربلند را تربیت کرده است بخاطر مردان سربلند نوحیه سنگبار یک تفکوی صمیمی رفت پهلوانا حالا بیا این نوحیه سنگبار بود رقیبش رو مغلوب کرد از نوحیه درواز رو هر اکنون دیدید پهلوان این سنگبار اکنون بیدار می شود اما مخلصان بیدار نگردیدن هنوز پهلوان ها بیدار شدن حرکت حالا سید جمال پهلوانه که 4 رقیب راشو مغلوب کرده است با رقیبش از کجا هستی رقیبی سید جمال از کجا از شهر دوشنبه خب سید جمال با رقیبش از شهر دوشنبه گوشتی میگیرد بین این دو پهلوان یک تلویزیونی بزرگ برای تماشای گوشتنی ملی مرحبت مخلصان دستگیری کنید پهلوانی هر دو جفت را از نوحیه سنگبار جفت نوبتی با رقیبش نوحیه درواز کی گوشتی نوباز ابرهشای زورشو مرحبت دوباره اشتیر برگیرید اینم سید جمال اکا گوشتیگیر این افتتاحی خود است مردم سنگبار همه انتظار است از خودت باوری دارد در اینجا قد و قامت و قدر نقش بازی نمیکند دل قوی داشتن مهم است سید جمال رفته پهلوان شهر دوشنبه قدر این ورزش است دوستان عزیز اکنون از رقیبش از شهر دوشنبه سید جمال را غالب برآمد خب بیایید پهلوان در حالت همین جفت قرار کردن با جامی حسنов گوشتین میگیرد کسی باشد دیگر اینجا زنگی ندارد گوشتین بگیریم بشود اول حالات میگوید مخلصان عزیز حالا ما مخلصان گوش میکنیم همه چیز وابستگی دارد از مخلصان اینجا دو پهلوانی سنگباری اومده است از ناحیه سنگبار در پهلوی آنها مهمان است از ناحیه ورزو شما راضی هستید که این جفتی دو ناحیه سنگباری گیرد یا یکی با پهلوانی ورزو بگیرد با پهلوانی ورزوبی بگیر بیا پهلوانی ورزوبی بیا دو همین پهلوان خیلی قد و قامت بیا نزدیکتر میکنیم مهمان ها قدی گوش میگیریم اگر راضی باشید بسیار نمونین این بسیارش میاد در همجا گوشتی نمیگیرد در اینجا انتخاب میکند دیگر رو کفاتر بستم اکنون دوستانی عزیز یکی از پهلوانان شهر دوشنبه رو ما دیدیم پهلوان شهر دوشنبه که رقیبی خیش را مغلوب کرده بود اما از طرفی دستی راستیم است
کمربند کبود پیراهن کبود سلیم اینجا بیاد سلیم ارزوبک است رقیبی و پهلوان از طرفی دست چپ از ناحیه سنگوار مخلصان عزیز پهلوان شهر دوشنبه با رقیبش سنگواری اش کشتی میگیرد مرحمت چی است تو بین اینها 12 های این حالون است دوار چی میگرد دوار چی است حلال مرحمت اکنون پهلوان شهر دوشنبه پهلوانان ناحیه سنگوار نو با همون جوش و خروش کشتی وارد شدند اکنون پهلوان شهر دوشنبه رقیب رو مغلوب کرد دوار حلال میگیرد ببینید باور کنید ما در تمام منطقه جمهوری بودیم چون این داوران حق جو نیست به خاطر داوران یک هفتگی دوستان عزیز جمعی حسنов بیا جفتی نباتی برو میدان خالی نکنی برو گشتی گیره هر دو نوعی سنگمور گیرید آخر دوستانی عزیز در اینجا داوران به خلاصه مانه که وزنی از 70 کیلو بالا طبق موندن مرحمت پهلوانان 70 کیلو بالاتر برا جمعی مرحمت 70 کیلو میشه 70 کیلو نیستی 70 کیلو میشه برا جمعی حسنов گجو یک نوعی سنگور هستی از دوشنبه پهلوان است نومد دادی خدا رقیبش از نوعی سنگور نو خواجه حمید مرحمت یا ورسیپید به خاطر این دو نفر مرحمت مخلصان عزیز در اینجا طبق گذاشته شده است وزن 70 کیلو بالا میگویند اما جامی لطیف بگوید که من 70 کیلو نیستم اما ما میخواهیم که جامی در طبق نشیند اگر شما راضی باشید ببرو جامی مرحمت جامی حسنов دوستان عزیز جفت نوبتی پهلوان از طرف دست راست نوحیه درواز و رقیبی باشد از نوحیه سنگوار یک کمپلیت بزرگ به خاطر جفت مرحمت نزدیکتر بشنید اون بشنید اوه رقیب رو ببینید دوستان عزیز جامی نزدیک جامی نشسته است یکی از رقیبان بیا جواب شکو یا معرفی شکو جا بیا ای طرف بیا ایسی بیا کن مخلصان عزیز حرب شگمان مبر که خالیست شاید که همین پهلوانان خفته هستند این پهلوان نام فیروز دوستان عزیز پهلوانی که پیراهن سفید دارد کمربند سفید شورت کبود است در سر شلپه دارد این پهلوان فیروز است نوحیه سنگوار دارو سردوار برای جفت نوبتی پهلوان نوحیه سنگوار میخواهد با جامی لطیف کشتی گیرد جامی مخلصان چی میگوید برای جامی با همین گرفتن همه روزیه جامی حسنов معلم را نگاه دارد معلم عابیدوف
Nest. Tamam, niçin ya? Bıcık yazdı, tamam. Bıcık, tamam. Durun. Evet, çayınca oradan bir söyle başlayacağız. دوستان عزیز در اینجا مربی جامی حسنов میگوید که بگذار جامی یک نوبت دیگر از روی وزن گوش نگیرد میلش دیگر بعد از آن تواند دلخواه نفر پهلویش نشیند راضی هستید مخلصان عزیز جامی حسنов مخلصا همه نگاه دارند به خاطر خودت پهلوان نوحه خوالینگ است به خاطر جامی حسنов یک کفگوبی و این الهام بخش جامی میشود دیگر التماس همه کودکان برید همه دوستان عزیز یک جفت دیگر آمده است میگن من از نوحه رودکی هستم نامد جورابک است با رقیبش عبدالرحیم از نوحه سنگور مرحمت آفرین بله مخلصان عزیز جامی حسنов را طلبگار هستم باور کنید اینجا مخلصان انتظار هستند دیگر این اینا با جامی را آمد یک نفر دیگر حد قامت جامی بشود جامی بشود دوستان عزیز اکنون پهلوانی که ما برای شما بالاتر برای شما معرفی کردیم جایزه‌دار مسابقه های بین المللی قهرمان آسیا و چمپیون چند کرته جمهوری تاجیکستان در رشته سامبو جامی حسنов نوحه خوالین با افتخار شرکت کنه و رقیبی باشد پهلوان انیک میدونم که از نوحه سنگور است فخرالدین از نوحه سنگور یک پیشکه‌ای گرمی دهنده برای این جفت مرحمت دوباره استقبال می‌کنیم همون جفت رو پهلوان که نبی محمد خورگشت اومد اما متاسفانه سنگواری ها سنگ برای ساختن همین است میدان دلاوری دوستان عزیز پهلوان شهر دوشنبه در اینجا ایستاده است پهلوانی که 4 رقیب را مغلوب کرده اگر خطا نکنم ارزوبک پهلوان شهر دوشنبه است و رقیبی او است نوحه سنگوار نام خسرو است مرحمت چی است توفه بین این جفت اوه چی جامی حسنов پرتافته چی بود داوری است داور برای مخلصان شما بده پهلو دوستان عزیز یکی از پهلوانانی که ما چند نوبت پیروز دیده بودیم این پهلوان نوحه ورزوب است و حالا رقیبش از نوحه سنگوار محمد جان گوشتین میگیرد مرحمت جامی حسنов پهلوان سنگواری نیز پرقوت است داور نشافته داور سلام میگید دوستان عزیز بیا اینجا بیا بچه این طرفی
عزیز پهلوان نوحه‌ای سنگوار فخرالدین با جنبی لطیفوف کشتی گرفت. حالا دوار پرتوفتی فخرالدین رو حلال داد. دوستان عزیز هر عملی که در مردم برای جفتان نشون میدهد اینها از داور وابستگی دارد و جنبی هنر زیبا دارد اما گوشتین است بعضا برد و بعضا مختشمین است. دوستان عزیز در اینجا طبق سنگوار رقیب ابوبکر رزماهیایی درواز سولو توفا باینید یا کمپلیت مرحمت. اکنون دوستان عزیز یک پهلوانی که قد و قامت باوری است که از 70 کیلو بالا است. حالا پهلوانی که در اینجا آماده است برای طبق گوشتی گرفتن. قربان علی است از نوحه‌ای سنگوار است. دوستان عزیز استقبال نماید قربان علی نوحه‌ای سنگوار استقبال و انتظار است رقیبش رو. مرحمت قربان علی جان نزدیکتر. نوحه‌ای سنگوار قربان علی همین جوانمردی که در لب طبق نشسته است. شمال عقابان دو باسو کشا حریفان بیزن از هوا بر زمین بباش با دل و جسم و روح و قوی که میدان دلاوری نماند تهی. مخلصان عزیز استقبال گرفت. دوستان عزیز اکنون بیا پهلوانی نویا ورزو پهلوانی میخش رو مغلوب کرد اما متاسفانه این آباد از دستی پهلوانی نوحه‌ای سنگوار شکست خورد. بخاطر همین میمونی اکفکو میزنید شما ده میمونی عزیز اگر خواهد نگر باز گیرد گوشتی. التماس دیگر پهلوان نوندار بیایید. وزن 70 بالا مرحمت قربانان انتظار است رقیبش رو. محلو دوستان عزیز در اینجا معلم امید بگوید که جامعه حسنف با گوشتین بگیرد. راضی هستید برای گوشتین گرفتن جامعه حسنف؟ با تک پشت افتید. اکنون پهلوانان سنگوار از زیر سنگها بال بکشایند. امید شماده پهلوان شهر دوشنبه میدان خالی میماند. پهلوان از دستی راست محمد نظر است نوحه‌ای سنگوار رقیب جانبه دست نوحه‌ای درواز. دوستان عزیز یک پهلوان پهلوی منیز و وانجی میخواهد که با قربان علی از نوحه‌ای سنگوار گوشتین گیرد. وزن 70 کیلو بالا دارم روزی هستید یک تلویزیونی کاری کردم مرحمت گوشتین گیرید برای پوشید بالای میدان نیاره ده پشتک نگه سیاه خیلی بیشتر شده دارید باز همه روید دیگر همه جفتی کلام بیاد بره التماس بره. نوحه‌ای
شکو به دست رقیب مهربان مرکز نوحیه التماس دیگر از نوحیه به نوحیه نبراید میمونم قدی گوشتی گیرید یک جفت دیگر ایشون قوت خوبتر است پهلوان از طرف دستی راست پیراهن کبود کمربند سیاه از نوحیه سنگمور است نام سعیدی قرباندار حفظی حقوق تشکر برای تنظیم اما گردش کنید مخلصان میخواهم که گردش کنید هرچی تماشا کنن رقابت ها رو دوستان عزیز یک پهلوان ونجی رقیب میجوید محمد جان رو میگیرد میجوید اینا محمد جان رو میاید اینا محمد جان میگیری قطیش مخلصان راضی هستید محمد جان اومده است محمد جان رازوکوف همین محمد جان رازوکوف است دیگر اینجا رقیب نمیجویی التماس کدام پیش آمد گوشتین میگیری اگر پهلو یا حلال پهلو یا موسیقی فورام برای مخلصون یا موسیقی فورام پیریان آمدن بجا اسد نوحیه‌ای ماشا بیا پهلوانان ماشایی دبلو میدورم بیا میدان از دلیر است پهلوانان نوحیه‌ای سنگوار استقبال میگیرن شما را مرحمت پهلوان با پیران نوحیه‌ای درباز نو بهرام رقیبی و پهلوان پیراهن کبود کمربند کبود از نوحیه‌ای سنگوار درواز رقیبش را با تخت پشت افتاد بالا جفت نوبتی پیراهن کبود کمربند کبود پهلوان از نوحیه سنگوار و رقیبی ها از نوحیه سنگوار هر دو سنگواری هستند خواهش مهمانان شاگردان استاد پیریان کجا هستید با قول دیگر همون بعضی رقابت‌های سستر است التماس برید میدان مردم مهربان دوباره گرفتگی مردان اصیل را استقبال گیرد مردم سنگوار همیشه استقبال از پهلوانان اصیل هستند همین وزن 70 کیلو بالا رو مرامت گوشتی رو آغاز کنید دوار التماس مخلصان عزیز وزن 70 کیلو بالا بیا التماس دیگر همین وزن بالاتر بیا ببینن همین تماشابی را ببینن بجز از پهلوانان نامدار التماس از قربانان حفظی خوب خواهش میکنم دیگه همه را بیرون ببرونن التماس دوزار او زهر تقریه های بچه آفرین خان تبزان پهلوان ونجی است با رقیبش از ناحیه سنگوار گوشتین میگیرد مخلصان عزیز از این گوشتین تماشا کنید و حلاوت برید مرحمت قربان علی از جهه سیال و رقیبی و از ناحیه ونج به هرچو برور مهربان نرکت باشی دوباره گرفتگی حرکت رو ببین پهلوانی ناحیه سنگوار چگونه رقابت میکنه آفرین قربان علی شو آفرین
یک پهلوان است میگه که من شاگردی کامرانشاه هستم وزنشم خوب است تمامی که باشد بیو پیش اینجا بشی دو در پیشتر بشی اینجا بشی بیننه یکان رقیبی وزنی بالاتر باشد بیو کی از پهلوانان نوگار مانی مابیدوف شاگردا باشد بیو نویای سنگور پوش هر دو نویای سنگورین بپوش دوار امکانیت هست برای یک جفت دیگر گوشتی گرفتن یک تا دیگه باشن مرا برو حکم رو ببینه در حالت دست کشیدن تنبیه هست که بده برو دوستان عزیز قربان علی از ناحیه سنگوار پهلوان وزنی جمع 70 کیلو حالا رقابت دارد با رقیبش از ناحیه ونج نازیم است یک پهلوانی ناحیه سنگوار در پیش است با امتیاز یک پهلو اما التماس اما وزن سمکارا دیگه نمونید التماس این دو پهلو شد دو پهلو در گوشتنی ملی حلال است با فکر من بجور نوار با خوبتر میدوند مخلصان اینجا پهلوان نویای سنگوار رقیبش را دو مراتبه با پهلو افتاد دو پهلو جمع یک حلال است یا قربان علی است با قربان علی نویای سنگوار جمع 70 کیلو بگیری با قربان علی دوستان عزیز آن جفت دعوتی را برای شما معرفی بکنه پهلوان پیراهن سفید کمربند سفید از ناحیه سنگوار نام او را شادمان است رقیبی و پیراهن کبود کمربند کبود شورت کبود پهلوان از ناحیه رودکی نام عبدالمطلب است مرحمت توفه بین این جفت یک دیویدی یک کرته استحصال چین برای رقابت اول چین می شود بر رفته ایتالیا می شود فرانسه می شود دوستان عزیز من قاعده های گوشتنی ملی تاجیکی را بار دیگر برای شما می فهمانم در گوشتنی ملی دو پهلو حلال است خواهش میکنم مخلصان عزیز این قاعده گوشتنی ملی را خوب درک کنید حلال رقیبش را آفرین عبدالمطلب آفرین با تخت پشت افتاد این حلال است بیا پهلوان روی رقیب است در اینجا سنگواری با انتظار است کانت بزنه از ناحیه سنگوار در طرف راست است مخلصان عزیز باز هم شما را گوش میکنیم اگر مهمانان نباشند بگذار بین خود گوش میگیرند راضی هستید اینا ببینید همه همی پهلوان سنگواری هستند رقیب ندارند میمونا باشن میمونا معلم عبیدوف شاگردا کجا شدن دیجا عارف شاگرد است بله ما میدونیم که عارف شاگرد معلم عبیدوف است
اما عابدов دارد شاگردایی که دیگر است، دیگر منطقه و گشته گیرد. پهلوانان شهر دوشنبه نیستند. در زمین محترم رئیس، سخن شما خوبتر برای مهمانو دعوت کردن باشند، چون که اینجا همه پهلوانان ناحیه سنگوار هستند. دعوت کنید مهمانان رو بیاید. اینه یک پهلوان اومد. مراد علی، بله اکل. همین شما که نماینده ما هستید دعوت میکنین، من دعوت کرده ایستادم. خوب شده است. حرکت نیست. کسی که پهلوان است، کسی که قوت و قدرت دارد، مرحمت میدان است، دلیر است. یگان کس مانع نمی شود. همین سالم و امروز معرکه هست برای پهلوان است. از عابدов است، از نماینده مچو هست، از کسی نباشد مرحمت خاطر نبینید. آفرین. و شما وارد کن. زنده باشید دوستان عزیز. اکنون استقبال میگیریم حرکت یک پهلوان پهلوی ماست. از کجا است پهلوان؟ دوستان عزیز، ما چون ناحیه رودکی را با زبان میاریم، سلاله باقی ها وردی زبان میآید. در اینجا یک پهلوان است که ناحیه رودکی را این سابق لنسکی رو معرفی میکند. پهلوان رحمان علی است. رقیبی او کریم جان. کی را مخلصان عزیز انتخاب میکنید برای رحمان علی؟ دلخواه نفر محمد، راضی هستید با محمد؟ بهترین دوستان عزیز، محمد پهلوان ناحیه سنگوار و رقیبی باشد از ناحیه رودکی رحمان علی. آفرین بهترین توفه میان این جفت. یک سر گوسفند ذات حصاری برای پهلوانی سنگواری و رودکی. راضی هستید مخلصان عزیز؟ بله. مراد علی بله اکل. تعدیل شد از کلوب با میدان براره. اکنون بیاید پهلوانان ناحیه درواس و شهر کلوب. مرحمت. دوستان عزیز، آنها یک جفت دیگر برای گوشتی گرفتن. پهلوان پیراهن سفید کمربند کبود، پهلوان از ناحیه سنگوار درواس و رقیبی او شد با پیراهن کبود کمربند کبود از ناحیه سنگوار نام موسی مرحبا نزدیک است. همین پهلو چند جفته که نزد ما نشستند، جفت یکی از ناحیه سنگوار است، دیگری حتما از ناحیه درواز است. پهلوانان شهر کلوب هستند در اینجا. پهلوانان ناحیه مسجو ما استاپیرف را معرف کردیم، شاگردانش هستند. پهلوانان ناحیه مسجو حلال این است گوشتی پرتوفت حلال است 100%. آنها مخلصانی عزیز، این پرتوفت پهلو است. من
در مدتی کوتاه‌ترین مغلوب کرد. قربان علی در میدان است. پهلوانان نامداری دیگر منطقه ها باشند بیایید نزد قربان علی نشینید. پهلوان است ناحیه سنگوار، وزن جمع 70 کیلو. قربان علی است. مرحمت. جفتی نوبتی را برای شما معرفی کنیم. پهلوان با پیراهن سفید، کمربند سفید از ناحیه سنگوار. نام او را عبدالرحیم است. رقیبی از طرف دست چپ پهلوان پیراهن کبوت، کمربند کبوت از ناحیه درواز. نام او را علی شیر است. مرحمت. دوباره نوبتی استقبال گیرید. جفتی نوبتی را. دوستان عزیز، همه پهلوانانی که نزد ما هستند زاده همین منطقه سنگوار هستند. پهلوانان حلال بود. پهلوانانی هستند که در همین زادگاه تربیت یافتند و حالا منتظر رقیبان هستند. حلال. پهلوان ناحیه ورزاب رقیبی سنگواریش را با تخته پشت رفتند. اکنون بیا اینجا دروازی. اینجا بیا پهلوانی دروازی. بیا. مخلصان عزیز، همین پهلوانی دروازی قد قامتش خوب است. راضی هستید برای یکون کس گرفتن با همین پهلوانا؟ ببین قد قامتش بسیار خوب است. برازر دانش بگی بیا با اومد بگه بگذار پهلوانی دروازی با دی خواه نفر همجا بگیره گوشتین. با کی گوشتین بگیری پهلوان از ناحیه سنگوار است. رقیبیو پهلوانی که حالا ناکک رقیبی سنگواریش را مغلوب کرده بود. اسمالی از ناحیه این مردک ها زدن با پفتوری گوشتی گرفته ایستاده است. ناحیه رودکی او پهلوانی که مزدوده سلالای با کیفا بودیم. ناحیه رودکی مرمت محمد دیم بارا گوشتی گرفته ایستاده است با مردک. اگر مخلصانی عزیز راضی باشد یک جفت گوشتی گیرد. اگر راضی باشد دو جفت. یک جفت یا دو جفت. نفهمیدم مردک ها. یک جفت خوش میکند. بعد از همین رقابت یک جفت خوش. یک لحظه اگر ایستید خوبتر میشه. مخلصان خوش میکنند یک جفت برایت. این دیم بارا باز پهلوان سنگوار این شیردین بود است که با این رقیب یک پهلو با پیش رفته ایستاده است. پهلوان سنگواری عاقبت کار رو میبینیم. سوزی از سیز کار کرده این مردک که زد ابدنش با پفتاری گوشتی گرفته ایستاده است. حالا بس هده برشید میشه پنش. دو پهلا با فکرم حلال میشود. بگذار با بو میزنش باز نشان بدید میدان دلر را زمان هر چونه برار بده. فرماسق بچه نوروز پلوان از طرف حضرت برخ. این آوارو را خدا نصیب کنه و بچه های رسیه را پرتویم تماشا کنن. خیلی پلوان بخیر زیجور. مراد علی لوه سال گذشته نوروزی بسیار خوب گذشت. تشکیلی پهلوانو
خب نمیدونم هوسمندی امروز چی با که خیلی پسیو نه اشتراک دارن چی با پهلوانان برآمده قوازگویی نمیکنن وقتی ما کم است همگی یک نیم ساعت وقت داریم این سالمایی که امروز ما گرفتیم اینا همش میمونند اگر همین رفت پهلوانانی اصیل بر رقابت برآیند ما معرفی میکنیم پهلوان از ناحیه رودکی پیراهن کبوت کمربند سفید با شورتی سفید برآمد میکند رقیبی او از ناحیه محمد پهلوان از دهه شکار سنگبار محمد پهلوان و داور عوض میگردد مرحمت خواهش میکنیم مخلصان امروز هزاران نفر مخلص به خاطر پهلوانانی اصیل آمدند کجا هستند مهمانانی عزیز بیایید استقبال گیرید بیایید گوشتین گیرید وقت تنگ است به این خاطر پهلوانان نامدار باید گوشتین گیرند مخلصان انتظار هستند شما را یکای سودیا باشی با شورت کبود محمد پهلوان از دهه شکاب ناحیه طویل دره شورت سفید از ناحیه رودکی خداوند هر پهلوانا رو اقبال بده هردش پهلوانای خوب با دستگیری های شما دارند پهلوان دروازی با ناحیه سنگوار گوشتین میگیرد یک کفکوبی صمیمی به خاطر این دو پهلوان اینقدر سالم همه توفه ها آمادن کجا هستید مهمانانی عزیز بیاید گوشتین گیریم مهارت بلند گوشتین را نشان دهیم امروز پهلوانان رقیب ندارند در گوشتین ملی واسطه به کار نمی رود مرد میدان همان پهلوانی است که هنر بلند ورزشی دارد چوبان عقابان دو بازو کشا حریفان بیزن از زمین بر هوا بباش با دل و جسم و روح و قوی که میدان مردی نماند تهی مخلصان عزیز مردان میدانی اصیل را دعوت میکنیم مهمانان را دعوت میکنیم باشند مرحمت حالا پهلوانی ناحیه درواز با رقیبش از ناحیه سنگوار امتیازی بیشتر ندارن هر دو برابر قوازگویی میکنن ناحیه رودکی توقف نباشد یک بار دیگر اگر همین کار رو گوشتین کشاده شود پس مجبور میگردیم مخلصان هر دو را از هم جدا کنیم روزی از سه در حالتی کفال بودند هر آن کس که به گوشتین نبرد آورد سر مهتر زیر گرد آورد باید مهارت بلند گوشتینی ملی نشان داده شود دستی آخران است مخلصان عزیز در حالت پیدا نکردن غالب پس مجبور میگردد که این هر دو پهلوان عوض گردد
اوه اکنون ببینید دوستان عزیز یک پهلوان رو مخلصان دعوت میکنن. شمس پهلوان هست. شمس پهلوان اشخوراچی شمس اشخوراچی بیا. من باوری دارم که خوراکی بولذت رو شمس خورده است و مهارت بلند هم نشون میدهد. مخلصان یک افکوبی به خاطر شمس، شاید شمس پیدا شود. مخلصان جفت رو میبینه که گوشتی نمیگیرن باید هم جدا کنه. مخلصان رو باری کنیم. دواری مرکز در حالت گوشتی نگرفتن. کار هر دو پهلوان دو رنگ. اکنون جفتی نانی کبوت کمربند کبوت نوحیه درواز نام پهلوان رو شمشاد است. رقیبی او از نوحیه سنگوار پهلوان سیف الله است. میان این دو پهلوان توفه مرحمت باشد اگر بیو. شمس پهلوان سیف الله پهلوان از دهه اوری پهلوان نشسته است در اینجا. نوحیه طویل‌دره جماعت دیوت طویل‌دره خداوند هر شما برای بکن. محسن بابای اور محمد دوداری آنمی کمیره چی بیدست آفرین سیف الله آفرین. در اینجا مخلصان خواهش میکنم اگر یک طبق پرتویت شد یک رقیبی خوب پیدا شود. یک طبق دوستان عزیز طبق نوبتی برای پهلوانان مرحمت. یک طبق دیگر نون طبق رو در مرکز در توجی میدان مرحبا هستیچ کبره مرحبا. دوستان عزیز اکنون طبق قاعده های گوشتین ملی چون گوشتین ملی سنت مردم تاجیک است طبق میمانند. آن اکنون طبق نوبتی است و پهلوان ناحیه رودکی نزدیک میگردد. اگر همان گوشتینی قبلی باشد پس استقبال آنقدر خوب نیست. دوستان عزیز پهلوان از ناحیه رودکی در طبق نشسته است. مرحمت قربانان پهلوان میگیرد با قربانانی میشود. قربانانی میگیری با پهلوانی رودکی. مخلصان عزیز راضی هستید؟ قربانانی بخیز مرحمت. پهلوان از ناحیه رودکی با رقیبش قربانانی از ناحیه سنگوار جماعت دیوت آماده باشید. و خیا پشت قربانانی اهلدین پهلوان با رقیب خیش از ناحیه رودکی اونا گفته بودیم که پهلوانان سنگوار خیلی زیاد هستند. مرحمت که بیایید. حلال پرتفتگی حلال از پهلوان. با پهلوان رودکی کی را دیدن میخواهید؟ بیو محمد
مخلصان راضی هستید؟ بیا برادر بیا لباس عوض کن. جمال الدین خیز حالا لباسی وضع میکند با پهلوانی روی رودکی بگیرد گوشتین. مرحمت عوض کن. باشد رقیب مرحمت نویه سنگور پهلوان نوکر در مسابقه جمهوریوی برای به دست آوردن جایزه جام وزیری کارهای داخله در آنجا غالب برآمده بود. باشد رقیب مرحمت افتخارش یک کف کوبی. بیا سعیدالدین پهلوان است. مرحمت نزدیکتر بیا. سعیدالدین پهلوان از ناحیه سنگوار یک دستی دیگر تمام. سرخ و کمربندی که بود پهلوان است ناحیه سنگوار و رقیبی او باشد پهلوان است ناحیه رودکی از زادگاه رسول باقیف. بین این دو پهلوان یک ماشین جمعشوی مرحمت. دوستان عزیز اکنون یک پهلوان سین و سال از 90 بالا باوری دارم. پهلوانی است که حالا رقیبش را جوی است. پهلوان از ناحیه سنگوار احمدی پهلوان باشد کلمه که باشد بیاد بگیرد گوشتید با احمدی. مرحمت. دوستان عزیز در اینجا مخلصان یک پهلوان دیگر سادات پهلوان را دعوت میکنند. پهلوان جوان است و خیلی معروف است از ناحیه سنگوار. سادات اگر باشد مرحمت نزدیک بیاید. دست کشیدن هست تنبه هست در گوشتینی ملی دست در میدان. پهلوان ناحیه سنگوار است با رقیبش از ناحیه رودکی مبارزه میبرد. اکنون رفته اینجا جست چرا که هر دو پهلوان ایست کرده می شود. مخلص و دستگیری شما لازم است برای پهلوان. رفته اکنون پهلوان ناحیه رودکی جمال پهلوان از ناحیه سنگوار با هجوم میگذرد. دست به گریبان هستند هر دو پهلوان. حالا جوان نه این پرتوف حساب نمی شود. افکرم در اینجا پهلوان ناحیه رودکی لعب برداشته است. دوستان عزیز حالا یک جایزه‌دار مسابقات بین المللی را بسیار معرفی کردیم.
هرچند او شکست خورده است اما ما او را دوباره به میدان دعوت میکنیم. جامی حسنوف، مرحمت بیاد جامی حسنوف. با خاطر جامی دوستان عزیز یک هفته میکنید. اون جایزه دار مسابقه های بین المللی است. بیاد جامی حسنوف. من فکرم نه برداشته است پهلوانی رودکی. خب جفت نوبتی معرفی میشود. پهلوان از طرف دست راست کمپلیتی چوینوشی، مرحمت. بیا جامی. جامی حسنوف دوستان عزیز، بار یک عباره است. باید مهمان از همین میدان ما خفه نرود. دوستان عزیز به خاطر جامی حسنوف یک هفته بذارید. جامی حسنوف همین جوان است که من در اول معرفی نکردم. حتی قدش از من پستر اما مهارتش بلند. گوشتید بگیرید. چی رو دارید؟ سعید اسراف از نوحیه سنگوار است. با جامی پهلوان گوشتین میگیرد. بعد همین جفت بشینید گوشتین میگیرید. در گوشتین ملی برادران عزیز مساوی نیست. توپ سودیا توپ جواب سودیا بسیار است. ولی هجوم کرد. بله در اینجا یک پرتاب. بخواه دروغ فرانسه نمیم روی مینوتا اسد کرم میپرسم دانیا ضریت ندادیم. ضریت خوب ندادیم. اون را میبردو 3-4. دوستان عزیز شمس پهلوان فرزندی حاجی سلیمان. شمس اگر باشد مرحمت بیا با میدان. شمس هست. بیا شمس بیا با میدان. دوستان عزیز مخلصان مرا شمس در همجا نشسته است. اگر راضی باشد بگید بیاد. یا 86 minut از میخوام باید سکون میروم کم میگم میروم بمونه میش بیم پلوانای خوبش میروم هم پلوان اما پلوانای کلمه نوخی هم وانا کم که پلوانی که دارید ها به خوب کی نه او را منتج کردنش ابیامش کلون میگیره منتج کرد پرتفتی زرانی کشم نه آوردن رقابت بسیار دور و دراز دوام کرد. چند کشید به همین سیون کنیم. دوستان عزیز اگر راضی باشد توقف بین همین جفت شود با یک جفت دیگر گیرد. راضی هستید مخلصان عزیز؟ یک لحظه دوار توقف. بگذار پهلوانا دم میگیرن. نوبت آخر همین پهلوانا بعد میگیرن. دلیر است. اگر روبه دلیر رفتد همچون شیر است. اما من باوری دارم که در ناحیه سنگوار همه شیر هستند. شیران سنگوار جویای رقیبان خویش هستند.
آن کس که با گوشتی نبر آورد سر مهتر زیر گرد آورد. حالتی دیر موندن ما مجبور میگردیم آنها را بین همدیگر رقابت کنیم. مخلصان عزیز اگر راضی باشید در حالت پیدا نگردیدن دیگر چیکار است؟ حالا جامی کار دورنگ است داور دستی آخیران این امکانیتی آخیران بود برای جامی بسیار امکانیتی خوب. این مهمانای عزیز کجا هستید؟ همین پهلوانان ناحیه سنگوار همه منتظر شما است. بیایید گوشتی گیریم آخی گوشتی نیرو نشان دهیم. شاید مخلصان دعوت نمایند مهمانان را. مخلصان عزیز بیایید دعوت کنیم مهمانان را. اوه رقیبی رودکی کش هنرنمایی دارد تا هنوز پهلوان تو کم کم جمالدین پهلوان از دهه لنگر ناحیه سنگوار مسابقه را با رقیب خش از ناحیه رودکی آغاز نمود، یعنی دوام داد. بله دوان هر چه اقبال تو بسیار میدان آرام شود. میدان آرام شود. رقابت ضعیف است همانا. مخلصان هزاران نفر جمع آمدن برای تماشا آمدن. گوشتی ملی را تماشا آمدن این مخلصان. پهلوانان عزیز هنر زیبا را نشان دهید برای مخلصان. خب اکنون رفتیم هجوم. نه با این کار حلال رو انتظار شدن غیر امکان است. جمال پهلوان ناحیه سنگوار در مقابل رقیبش از ناحیه رودکی بدن دست آخیرانی پهلوان بوده است.
تایی ماد سربری یک تای خود را مونیزوم هوا شده سربری یک تای خود را مونیزوم هوا شده وحدتی ما اعتبار و احترامی ملت این آخرون مراتب است پهلوان عزیز خوب گوش بگیرید بولی روی سول در دست مادین علیه شده قطره قطره جمع گشته در وطن دریا شده در وطن دریا شده بابا دولت و اهل کار دارا شاهی بر مردمی ما تو هستی یک دادی خدا در خصلت و در فضیلت تسیز بسخا بر مردمی ما تو هستی یک دادی خدایی در خصلت و در فضیلت چی سیاس گرفت هستم بچه ها میشوم مراد علی نمیشود جواب ده تکش بشنو بگیر. نگیرن خانه بازی من باوری دارم که مخلصان سمیرای تیزور هستم دست از کشی بگیرم بگیر. بیا جفت نوبتی بیا التماس کار کشان نیابد فقط رقابت باشد خب پهلوان از طرف دست راست پهلوان از ناحیه درموز شیرعلی پهلوان رقیب او از ناحیه سنگبر سوربان پهلوان برابر 2 دقیقه زیاد شد ببرو در 2 دقیقه اگر فعالیت نشون ندهد بگذار جفت نوبتی برید چهار دو کس من کی برادر علی دو کس من یک سوجای گبان تو بیاد یک جامی حسنف بیاد با رقیبش کی از جامی را جامی حسنف پهلوان از گوشت تیز میشه انشالله. رقیبش از ناحیه سنگبر مراد رنگ علی دیگه میگیره. جمالالدین قدی کیمون دودار یامو کی سلیم دودار شاید کشه جمالالدین هر جمون بگیرن جمالدین پهلوان بیا عادی عروس بیا جمالدین بیا نه نمیشه واسورا نمیشه. جمالالدین بکو بگذار بیا جمالدین بیا نزدیکتر نمیگیره بشی بیا رقیب رفا بشون بیا دیگر علاج نیست رئیس بگذارم خیلی گوشتین گیرم کنی اون گذر بشین میدان او رو جامی پهلوان خطی رقیب برو یک داور دیگر استقبال کن جامیدین بیا دادا بیا نزدیک بست پیش بست مخلصان عزیز استقبال گیره رقیب قند نزدی این خیلی. ورزش برادری است بله، بگذار بله. برادری یا کن با برای جای برامد خفگی نیست بیا گوشتی ها این مخلصان همه تماشا آمدن دیگر نیست بیا جمالدین بیا یک جا ورزش دوستی است ورزش برای رقابتی چی ندارد بیا برادر عزیز گوش جمالدین بیا دیگر علاج نیست مخلصان همه نگاه دارند این قدر ایستادن مخلصان دیگر چی علاج رحمت بیا عارف جان بیا رحمت برادر عزیز بیا گوشتی بگیر دوستان عزیز عارف پهلوان ما همه برادر هستیم بیا گوشتی گیریم مخلصان باور کنید همه همین پهلوانان نشستن از ناحیه سنگوران با کی گوشتی گیرن دیگر نیست مهمان بیا ای برادر بیا پیش از کی جای پهلوان بیا شادمان پهلوان دوستانی عزیز ناحیه سنگوار بیا
قربانانی میگیری با گوشتی قربانانی با قربانانی گیرد شمشاد بیا گوش با شمشاد بیا قربانانی بیا گوش اکاود ستار توفخه شمشاد پهلوان دیگر بیش لباس را ایواز کن بیا و رقیبش از نوحه نورآباد برابر علی بیا اگر مخلصان عزیز راضی باشد نوحه رودکی رو باز دیگر نفرمونیم بیا رامون علی نوحه رودکی اینجا بیا کی میره و خطی میگیره ای برادر عزیز میگیری خطی اونا پهلوان بیا هادی اهل دین بگیره بسیار خوب میشه اهل دین پهلوان با ما میگیره گوشتی با نوحه رودکی بیا پوش اهل دین هنی جو پوش دیگر جو ایستادن نیستن ببرو اونا رقیب میگیره بیا میگیره گوشتی پوش بیا اهل دین پهلوان از نوحه سنگوار با رقیبش از نوحه رودکی گوشتی میگیرد جوبی حسنوف پارتوفتویش یک پهلو است اوه فرین تنه زدی همین حلال است بهترین تبزان پهلوان نوحه سنگوار رقیبش را با تخته پشت افتاد آفرین بشی امجا وزیر کارهای داخله کی در اینجا گوشتی میگیرد با سعیدالدین پهلوان میگیرد با سعیدالدین گوشتی گیرد با سعیدالدین بگیره بهترین سعیدالدین پهلوان قدی گوشتی میگیری میشود دوستان عزیز پهلوان جفت نوبتی پهلوان از طرف دستی راست کمربند سرخ پیراهن سرخ از نوحه سنگوار بهروز رقیبیو از نوحه درواز پهلوان با پیراهن سفید کمربند کبوت مرحمت بروید یادوار دیگری رو کنند جمعی از طرف اگر هم که رقابت باشد میبرویم هر دشموران از شهر دوشنبه و رقیبی باشد پهلوان از نوحه سنگوار مهربان بین این دو پهلوان چی بمونید پهلوانانی نامدارند یا یک سالمی خوبتر یک دو خوبتر مرحمت بگیرید لباس پوشید خب اکنون پهلوان از طرفی دستی راست پیراهن کبود نوحه سنگوار و رقیبی باشد نوحه سنگوار دیگر سنگواری و سنگواری اگر هم خیرامت دیگر بزرگ سالو گیرم بشید دوستان عزیز عارف پهلوان با سعیدالدین گوشتی میگیره راضی هستید بیا پوش هر دو پوشید مرحمت پوشید باری جان بخیر خیلی لباسا پوش میواز کن سعیدالدین بخیر مرحمت لباسا میواز کن هر اکنون جفت پیدا شده ایستان
یک پهلوان دیگر باقی مونده است. رقیب گفتس است جایزه‌دار جام وزیر کارهای داخله. جمال میگیری گوشتی. دوستان عزیز شادمان پهلوان از کنجی راست پهلوان پیراهن کبود باور کرده و رقیبی باشد جمال الدین است پیراهن کبود دارد. قربان علی است. مرحمت قربان علی بیو دوباره قرار کنید. امین جسوی گرفته سن یک تاش کدامش که دور دراز دارد ایواز کنید خواهش میکنیم. یک کبود کمربند سیاه باور کرده است. رقیبی او شمشید پهلوان از کنج راست پیراهن کبود و کمربند کبود است. نشانی عزیز با خاطر پهلوانان یک افکوبی صمیمی کند تا دلگرم شما پهلوانان نیست. دوستان عزیز یک پهلوان دیگر از پیراهن کبود باور کرده است. کمربند کبود از ناحیه سنگوار فخرالدین است. رقیبی و پهلوان از کجاست پهلوان؟ ناحیه سنگوار است. مرحمت گوش گیرید. مراد علی اگر پهلوانی نامدار نباشد سالم کلان نمانه. همین کودک بازی باشد همون چیزای میده را مانه خلاص کنیم نیم ساعت وقت مونده است. تمام بعد همین دیگر قبول نمیکنیم پهلوانای از 70 پایان. پهلوانانی نامدار بیاین گوش گیرن. اهلدین پهلوان کجا هستی؟ اهلدین لباسی باز کردی؟ بیو رقیب از ناحیه رودکی انتظار است شما را. من گشته و برگشته یک شعر بسیار هم خوب را میخواندم. بیا ای بیدلی از کار مانده زیبیم اندر پسی دیوار مانده دلیر کن که میدان از دلیر است اگر روبا دلیر افتاد شعر است. چی خوشگویند مردانی سنگوار اگر پای تو را پیش نیست دست برونار. بیا پهلوانی نامدار جامی رو طلبگار هستی پهلوان ناحیه سنگوار جامی حسنف میگیرد با همین پهلوان رقیبش را با تخت پوشت افتاند. پهلوان ناحیه سنگوار رقیبش را با تخت فرو بین جفت. من باوری دارم که این جفت بسیار رقابت خوب بگیرد. یک خانه کلان مرحمت دیگر نمونید بچه یوش نمونید بچه خوبتر خورده همی که ستور پهلوانان شلوختر مونید جانی ستور بیارم سیم کوره بیار زیاده از 2 دقیقه دیگر گوشتی نشود خواهش میکنیم. همین 2 دقیقه با قرار نگرد بگذار جفت عمال بودن. مخلصان انتظار هستند در همین جا نشستند از عبد تا حال نشستند. یگان حلال
قابل قبول نیست. مخلصان باور کنید یگان حلال دیدن شما نه دیدن یگان حلال یک سه تاشی دیگه که تمام. مردانه وار ندیدن مخلصان. یک ست حلال خوب شید تمام. اکنون دوستان است ببرو هر کو باشه ببرو. براسوکو خوب نشید از جفت سوزی. نواتی باوری دارم باوری کامل دارم که چند این برادری برابر، کپای خوب هر دو می‌زنه. رقابت برابر. بیا جفت نواتی اگه تا براسوک خوب نشید توزیر. گرچه باز گوشتگیرم نباشیم بفهمیم. اوری پهلوان پیراهن براسوکو خوب نشید. سفید کمربند سیاه رقیبش سعیدی پهلوان پیراهن کبود کمربند کبود هر دو از ناحیه سنگوارند. نه شالا به مصلحت هم نگیرن خوش رو میگیرن. قند تبزن قربان علی شاه خورده و ملدست قندا تبزن نه او بچه های اوستن سیم که کنده حالا اکنون چهار رنگی دیگر میگیرد باوری کرومین است. ورزشکاران اکنون هنری بلند را باید نشان دهند برای مخلصان. دیگر جایی توقف نیست. دلیر کن که میدان است دلیر است. اگر روبه دلیر افتاد همچون شیر است. یک سرگوسفند کار کلان است برای پهلوانان. هر آن کس که با کشتی نبرد آورد سر میتر زیر گرد آورد. ارتوفت پهلوان پهلو آری پهلوان رقیبش را با پهلو افتاد. سعیدی پهلوان سورارش بلند است. حالا ببینید اکنون آری فکر هجوم میکند. ارزو با رقیبش حالا هم قواها برابر است. جفتی نواتی کی گوشتی میگیرد. پهلوانی ناحیه رودکی با رقیبش از ناحیه سنگوار نزدیک بید. بیا پهلوانی رودکی جا التماس دیگر همه برم برد. التماس گوشتی دیگر همین میده ها کار رو کشان دادن نزدیکتر بسید نمیشه بشید. دوستان عزیز پهلوان ناحیه رودکی اوه یک پرتافت پهلو افسوس. پهلوان ناحیه رودکی طلب دارد که مکافات زیادتر شد برای اون. میگوید سه رقیب گوشتی گرفتن. گوشتی خوب گیره تمامی مکافات است. فقط گوشتی مردانوار باید گوشتی گرفت. حالا دو جفت گوشتین دارد. بعد همین گوشتین میگیرد. پهلوانا خوش بکنه بشینید. شیرید همین لبی گیریم بشینید. برای مخلصون کلام رسونه. چی شد؟ حلال یا پهلو؟ بعد مشترک بود چی بود؟ پهلو. دیگر کار کشان نشود. همین دستی آخران برای عارف با رقیبش. انا اکنون ببینه چگونه فعال میگردن. آجا کردم اکنون روشون. یک لحظه یک جفت گوشتی گیرند حالا عارف با رقیبش.
дар маркази майдон гӯшт гирем. Варзишгарони азиз, на дар замин кор кардан қатъиян ман аст дар гӯштини миллӣ. ориф дар ҳуҷум аст пайваста. гор берун аз гирем бояд ҷараён нагирад. агар ҳуҷум аз марказ бошаду дар беруни гирем афтиш бошад ҳисоб мешавад. бори дигар акнун бошад. аммо ина баъдиш каме дошт. довар намегӯяд. довариро пешаи ҳаққу адолат гуфтанд. ҳукми ноҳақ пеши мардум қадри довар бишканад. довар чи аст дар инҷо партофт? ориф ҷон чи аст? гӯшти гиранд. бигзор ба гӯшти. салим бароям як гӯспанд давлени наша ахта накшин. бигзор бо гӯшти гиранд. бо гӯшти гиранд. майдон аст, далер аст. далери чунки майдон аст, далер аст. агар робоҳ далер рафтад чу шер аст. دوستان عزیز، جمالدین پهلوان است در این جمله. دوستان عزیز، بگذار مخلصان عزیز، این گوشتین به خاطر برادری است، به خاطر مخلصان عزیز، یک بار بیا پهلوان را گوش کنیم. چی نمیشه انشالله گوشتی های عارف جان، پرتاب چی بگو؟ نه نزد از چه زد عارف نزد هیچ کس نزد چی دیگه ده بار عارف پرتاب چو دوستان عزیز، مخلصان عزیز، این میدان دلاوری است.
یک لحظه خواهش میکنم یک لحظه دوباره بگیرم باز مهارت برندی گوشتین رو برای شما نشان دهد بله دارم در بیروش چی بروشی؟ اکنون دوستان عزیز نسل جوتی باید نوبتی رو کنم. برای شما معرفی میکنیم پهلوان با پیراهن کبوت از ناحیه رودکی و رقیبی و پهلوان ناحیه سنگوار پیراهن سفید کمربند و سیاه نام او را اهلدین است مرحبا اهلدین با رقیبش از ناحیه رودکی گوشتین میگیرد من گوشتی خوب میشه بیا با جمالدین گوشتین گیر آی بچه تفته نکرده حکیم میشه مخلصان عزیز الله اشتباه. این حکیم هم شاید در پهلوی هم دیگر هستند روزی هستیم با هم گوشتین شرم گیرد کشلا خنر چو این مرکز حکیم تو نه بیا برو برای بسوره واسه حکیم با جمالدین بیا او لرزه هم میشه میره گوشتی میره بیا حکیم پهلوان حکیم لباس باز میکنه مخلصان عزیز یک کف کپوی به خاطر حکیم گوشتی رو تماشا کن، تماشا کن. بیا حکیم جان لباس باز کن درود علی بله حکیم خطی جمالالدین بگیرم ماشینمون بله حکیم دوستان عزیز آها اکنون مکافات یادی است دوستان عزیز این مکافات است که شاه جایزه میگویند هفته ماشینه ای سبک رو وقت کم مونده است وقت باقی مانده است در 10 دقیقه جمالدین با رقیبش مرحبت حکیم پهلوان مخلصان عزیز راضی باشد هفته ماشینه بیانی هر دو پهلوان دیگر پهلوان ببرید التماس دیگر گشتی کشانای بسیار یافت عرفه قطع کیمون رودکی قطع رودکی ما کاسمان اینا آنکای نوحه رودکی گشتی گرفته ایستاده است محترم رئیس پهلوان نوحه رودکی در میدان است آنکای اهریدی پهلوان از نوحیه سنگوار با رقیبش اهریدی پهلوان نوحیه رودکی گوشتین میگیرد بیارید دو پهلوان محترم رئیس چی است بیارید دو پهلوان کی با کی؟ اهریدین از نوحیه رودکی با رقیبش نوحیه سنگوار نمیدونم من ایران معاین نکردم اما نمیدونم یک خردینی یک دون بعد از همین در حالاتی پهلوان رودکی اگر چی باشد مرحمت یک گاوی بزرگی قطاس اهلدین پهلوان ناحیه سنگوار است هر آن کس که به گوشتی نبرد آورد سر مهتر زیر گرد آورد به گوشتی نبرد آوردن منای پرتافت های بزرگ را دارد مخلصان همانا تشنه اصول های زیبای گوشتی نمیلی هستند عارف با محمد نگیرد گوشتی عارف پهلوان آماده استی با محمد گوشتی گرفتن محمد پیش بشید بیا محمد راضی هستن مخلصان عزیز بیا عارف با محمد گوشتی بگیرد مرحمت بیا محمد جان اکنون دیگر هر دو زاده هم از زاده تاجیکستان هستیم هم از یک دیار هستیم گوشتین بگیریم بیا مخلصان عزیز من وعده میدهم در حالت همین گوشتی نگرفتن من خودم لباسی وضع میکنم با دل خوب پهلوان گوشتین بگیرم دیگر این نیست بیا کی من را شادمان کجا رفتیم؟ شادمان اما لباسی واسه بگیری رو کردیم نمیدونم کجا شد محمد با عارف گوشتی گیرد
اگر راضی باشید. دیگران نیست هیچ کس. با کی میگیری؟ با ما گوشتین میگیری. مرادعلی بله 10 minut وقت میگیرن نمیگیرن دو جنب است. خوب شد است. دوستان عزیز ما یک رقیب عارف رو سیمدین رو برای ایواز کردن لباس روان کرده بودیم. اگر نیت بیا غالبیت رو با همین عارف دهیم. اگر نیت چی علاج دیگر؟ عارف هر لحظه از من پرسان می شود که کجا است رقیبی من؟ کجا است؟ باشم بیاید مرحمت آخر کجا جدا می شوید؟ دوستان عزیز اکنون عارف همه رو تقاضا میکند در حالتی پیدا نگردن رقیب پس مجبور میگرده با محمد گوشتی گیرد. غالبیت با عارف و با محمد گوشتی گیرد. اکنون یک پهلوان دیگر نزدیک میشود. چی رو داره پهلوان؟ مهربان پهلوان از نوحیه ورزاب است. دوستان عزیز پهلوان زاده قهرمان جهان خواجه زاده بهروز است. با کی گوشتین میگیری؟ فرق ندارد برای او دل خواه نفر باشن نگه گوشتین میگیرم. هست بیا گوشی پهلوش دست گوشی نگیری عارف نگیری با گوشتی با همین پهلوانی ورزابی ببرو اون پهلوان اگر هم خیلی چیه کنه ببرو ببرو دیگر جفتم ببرو همگی پهلوانی نوحیه ورزاب با محمد پهلوان گوشتی میگیرد. تمام دوستان عزیز به خاطر مهمان از نوحیه رودکی یک هفتگی یک توفیق بسیار خوب گوشتی گیرید. آغوش گیرید هم دیگر را آفرین همین از برادر دوستان عزیز به خاطر هر دو پهلوان یک هفتگی صمیمی دیدی؟ کجا میای؟ خب نبینم تو بستی پای گوشتی با آبرو تر ها؟ پای گوشتی دیگر تن تبزن عارف جون مهربان پهلوان گوشتی بگیرد با او اگر راضی باشه. همه گوشتی نیاخیران است بگیرید بیا برو پوش تمام التماس دیگر همه پهلوانان خواهش میکنم جای خوش رو خواهش کنم. پیرنظرов یک تا همه سالیم همه کشتن یا چی بمونه میره جنبست کنین همه خطی باقی مانده بعد اینا گپورا میزنیم چی میشه. بالشکار بز میگن سالیما رو در بز مونن مهربان از نوحیه پهلوان سنگوار به صبرانه رقیبش رو انتظار است. یک پهلوان خود را از نوحیه ورزاب معرفی میکرد اما لباس عوض کردنش رو دیگر نمیدونم. فرصت میگذرد مهمان عزیز تستر آمد اکنون نوحیه ورزاب پهلوانش نزدیک میگردد. مرحمت یک سرگوسفند گذاشته بودن باز یک چیز دیگر یک قرون دیگر یک قرون بزرگ دیگر برای جفتی نهایی اکنون ساکنان ناحیه سنگبار
این رقابت نهایی است که دو رقیب با نام مهربان را به میدان نبرد وارد میکند. مهربان پهلوان از دستی چپی ما در اینجا پهلوانی که پیراهن سرخ باور کرده است، کمربند کبود، رقیبی او باشد. مهربان پهلوان از طرفی دست راست ناحیه سنگوار میان این دو پهلوان یک سرگوسفند، یک قارن بزرگ استحصال ترکی. یک کفکوبی به خاطر مهمان و هم میزبان. دوستان عزیز، هرچون نام مهربان اکنون شاید آنها در انجام بهترین پرتافتا را سرق از ناحیه ورزاب کبودش از ناحیه سنگوار. در زمین کار نکنید. هر دو مهربان هستید، نام مهربان است، باید کار هم مهربان. آفرین. آره این است مردانگی، این است پهلوانی. دوار هر لحظه توپ خورید، حرکت کنید، مخلصان و خلق نرسونید. دو مهربان است در میدان. چوبان عقابان دو بازو کشا، بیزن حریفان از زمین به هوا. بباش مردی دلیر و جسور و با هنر که مردان میدان مردی نماند تیهی. همین است مردانگی گوشتین ملی. اوه هجوم. نه احترام. نه اوه ایستا. گوشتی گیرید، احترام گیرید دیگر را. این گوشتی ملی است. باور کنید گوشتی ملی احترام و رقیب است. هر دو مهربان باشید، چون نام مهربان باشید. نه، داور میگوید که نه، این حلال نیست. هم هنر بلند دارد. مخلصان عزیز، ساکنان ناحیه سنگوار کفکوبی های هنمان اشدی کش را برای مخلصان ایجاد کرد. برای دو پهلوان از صمیم دل کفکوبی کنید. خسته گردیدن پهلوان. از جماعت هم اشته باشه گوشتی خودم هم باید شد که بیسترشتی گفتم اجازت نداره که میشه. خیلی نزدیک اما پهلوان مور اجازت شما لیاشیه بیناموز دیدی بسیار شید برای مال نه در زمین کار نکنید. التماس دوستان دماغیرت پس مجبور میگردیم که به نتیجه رقابت رو انجام دهیم.
سوری میخته بچه حلیم گرفتمش تا دعوتش دادم ها؟ خوبه؟ تویش میشونی از گیزم نباروی اوه اوه یه بار دیگه یک بار دیگر هجوم کرده دوستان عزیز اکنون رقابتی به نتیجه یعنی سلامت باشه هر دو هم خوب راهنمایی کردند در همین جا مسابقه امروز به انجام میرسد شاد و پیروز حاضرین گرامی هواداران ورزش برای اشتراک متشکرانه و همتون تشکر. روز یکشنبه هواداران بزکشی در فرودگاه در فرودگاه بین‌المللی سنگار شهرت بزکشی برگزار می‌گردد. باقی‌مانده سالم همه شما جان. جوراب بگی گوشتی نگیری ولی